هیچ کس با شروع ضعیف تو اهمیت نمی دهد. کسی که امروز می خندد فردا به موفقیتت عادت می کند، ولی اولتر از همه تو را نادیده می گیرند. بگذار حقیقت را بگویم، بدون دروغ هیچ کس با شروع ضعیف تو اهمیت نمی دهد. نه اینکه صفر هستی، نه اینکه وسایل نداری، نه اینکه کسی پشتت نیست و تو را تشویق نمی کند. مردم فقط یک چیز را می بینند: نتیجه. وقتی موفق شدی میگویند از اول معلوم بود، اما هیچ کس شبهای بیخوابیت را نمی بیند، هیچ کس درسهایت را حساب نمی کند. اول کارت را مسخره می کنند و به نظر می رسانند که هیچ چیز از اول درست نبود. اول صدایت می لرزد و همین جا است که 90% مردم تسلیم می شوند. اما اگر تو ادامه بدهی، اگر یک روز دیگر هم دوام بیاوری، اگر حتی وقتی کسی نگاهت نمی کند باز هم جلو بروی، تو از جمع جدا می شوی. بدان این را مردم نه دشمن تو هستند نه دوست تو، آنها فقط تماشاگرند و تماشاگر هیچ وقت سرنوشت بازی را نمی نویسد. هیچ کس با شروع ضعیف تو اهمیت نمی دهد، اما آینده‌ات با شجاعت امروزت وابسته است. اگر تصمیم گرفتی شروع کنی کامنت بگذار، من ادامه می دهم. تشکر.